این شما و این هم تابلوی بتی، اثر هنرمند آلمانی گرهارد ریختر. شما هم فکر کردین این عکسه؟ نه، نقاشی است. آفریده یک آدمیزاد، یک هنرمند زنده همدوران ما. می‌دانیم که دوربین در میانه سده 19 ساخته شد و نقاشان را واداشت درباره نقش خود بازاندیشی کنند و حالا نقاشی پیدا شده که اثری می‌کشه درست مثل عکس. مدت هاست درباره ماهیت و نقش هنر پرسش‌های گوناگونی طرح شده، درباره ایده مرگ نقاشی و فراروی از نیاز به بیانگری در هنر و آن وقت ریختر از راه میرسد. هنرمندی که کارش را با پاپ آرت آغاز می کند و یک دوره کامل از سبک‌های تجریدی را امتحان می کند، اما این نقش‌های بسیار واقع نما را هم خلق می کند. شگرد و تکنیکی که برای خلق اثری تا این حد واقع نما لازم است، شگفت‌انگیز است. با این همه در تاریخ هنر جایگاه مهمی کسب نخواهد کرد. جذاب است، اما اگر فقط به مهارت نقاش توجه کنیم، به او و این تابلو جفا کرده ایم. درست است که اجرای واقع نما به عکاسی پهلو میزند، اما بتی رویش را از ما برگردانده و نمیتوانیم چهرهش را ببینیم. به ما وعده دیدار داده شده، اما سوژه از دیده شدن سر باز میزند. با این حال میتوان گفت همین کار در عکاسی هم ممکن است. این تابلو میتواند عکس باشد. نکته جالبی است. در سده 20 و تا حدی 21 تلقی از هنر همراه با نوعی تکامل سبک است. شمار هنرمندانی که چون پیکاسو همزمان در سبک‌های گوناگون کار کنند اندک بوده است. اما ریختر همزمان با خلق آثار تجریدی محض در انواع دیگر سبک‌های گذشته هم به آفرینش می‌پردازد. به یک معنا با تراز کردن این سبک‌ها، این ایده را که سبک‌های هنری از دل سبک‌های دیگر تکامل می‌یابند و هر یک در پاسخ به دیگری شکل می‌گیرند نفی می‌کند. سبک از نظر او موقعیتی در بازار هنر اواخر سده 20 است. نوعی برندسازی هنری است. همیشه سخن بر سر این بوده که هنرمندان سبک‌های زمانه را پیش راندند و راه‌های نو نشان دادند و ما ناگهان صدای ریختر را میشنویم که میگوید میخواهم از این چرخه رها شوم، از چرخه نقاشانی که سبک دوران خود را متحول میکنند. آیا ما در لحظه زندگی میکنیم؟ در لحظه‌ای پساتاریخی که به طور همزمان به همه دوران‌های تاریخی گوناگون دسترس داریم و به نوعی مالک آن دوران‌ها هستیم؟ دست کم بر بوم نقاشی هر نوع ترتیب سبکی امتحان شده است. ریختر به طور همزمان دو نکته را میگوید. چرا وانمود کنیم که داریم ترتیب تازه‌ای ارائه می‌دهیم؟ و این نفی تازگی اندوهناک است و در عین حال میگوید قدرتی که ما داریم در واقع نوعی فقدان است. همه چیز در دل زمینه اثر معنا می‌یابد. بدون نظرداشت زمینه و بافتار اثر، این تابلو جز مهارت صرف نیست. گرهارد ریختر در حومه درستن بزرگ شد. در کودکی شاهد بمباران و نابودی کامل درستن به دست نیروهای متفقین بود. آموزش هنری او در آلمان شرقی شکل گرفت. فرهنگی که از کلاسیسیسم قهرمانانه رایج در آلمان نازی به سوی رئالیسم سوسیالیستی رایج در بلوک شرق در حرکت بود. در دانشکده‌های هنری آلمان شرقی، هنرمندان آموزش‌های عقیدتی هم می‌دیدند و از آنان انتظار می‌رفت هنر خود را با نوعی رویکرد واقع گرایانه در خدمت اهداف حاکمیت قرار دهند. ریختر کمی پیش از فروپاشی دیوار برلین به غرب رفت و با نوعی فرهنگ تصویری کاملا متفاوت آشنا شد. فرهنگی که سراسر در خدمت تبلیغات و آگهی بود. این فرهنگ هم همراه با نوعی آموزش عقیدتی دیگر بود که به زبان سرمایه‌داری سخن می‌گفت. بدین ترتیب او از ایدئولوژی تصویری نازی به ایدئولوژی تصویری سوسیالیستی و اکنون به ایدئولوژی تصویری سرمایه‌داری رسیده بود و نمی‌خواست صاحب هیچ کدام باشد. او می‌خواست از همه آنها فراتر برود. سبک در دوران ما در خدمت ایدئولوژی و منافع آن است. برای ریختر مهم بود که خود را از همه اینها دور نگه دارد. به عبارت دیگر از ایدئولوژی‌های سبک قدرت زدایی کند.
اگر ریختر بیننده‌اش را وادار کرده باشد که به این موضوع فکر کند و از خود بپرسد که ما تا چه حد تولیدات ایدئولوژی دوران خود هستیم، در کارش موفق بوده است.